سلام، روزتان بخیر. از یک سه‌شنبه دیگه با من کبرا میرزایی، منتور دیجیتال مارکتینگ در خدمتتان هستم. امروز با یک سوال دیگه از علاقمندانی که دوست دارن بزنس آنلاین داشته باشن. در این بزنس اگر شما لایف های قبلی را دیده باشین، ما سلسله وار داریم پیش میریم که معلومات اضافی را که دوستا برای شروع بزنسشون ضرورت دارن از این لایف ها به دست بیارن که بتونن با خیال راحت تصمیمی را بگیرن برای شروع بزنس خودشان. در این لایف امروز میخوایم در مورد ای که ما چرا در این بزنس باید سرمایه گذاری بکنیم. یک دقیقه اجازه بدین که ما لینک لایف من با دوستای عزیزی که به لایف ما آمدین خوش آمدین. من خب بسیار میبخشین دوستای عزیز. در ادامه بحث ما امروز در موردی که چرا ما در این بزنس باید سرمایه گذاری بکنیم گپ میزنیم و اگر دوستای عزیزی که در مورد بزنس آنلاین، شروعش، معلوماتش و هر چیزی که در ذهنشان هست اگر سوالی داشته باشن میتونن در کامنت ها پرسان بکنن و ما در خدمتتان هستم. خب ما نظر به روزهای گذشته که در این لایف ها آمدیم و همراه دوستا گپ زدیم، به دوستای عزیز ما که به لایو ما اومدن سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین. اگر سوالی داشتین حتما پرسان بکنین. اصلا ما در موردی گپ زدیم که بزنس آنلاینی که ما پیش میبریم چی هست، از کجا باید شروع بکنیم، شرایطش چی است و دوره آزمایشی را همراهتان گفتیم که چی یک دوره هست و امروز در مورد ای که ما در این بزنس چرا باید سرمایه گذاری بکنیم. خب نظر به ای که بزنس ما خرید و فروش محصولی نداره و ما اگر محصولی را برای فروش نداشته باشیم در هر بزنسی یا اگر خدمات و یا محصولی نباشه، خب نام از او اولندش که ما بزنس نمیمانیم و مایی که میخوایم علاقمند هستیم این بزنس داشته باشیم، اگر این دو موضوع نباشه پس بزنسی هم وجود نداره. در بزنس ما محصول وجود داره ولی ما مستقیما با محصول سر و کار نداریم. ما فقط به خاطری که امو حق امتیاز این شرکت را به دست بیاریم یکی از محصولات او را خریداری میکنیم و یا ای که میگیم سرمایه گذاری میکنیم که او محصول به عنوان یک تحفه برای ما فرستاده شود. ای از محصول که ما فقط او را به خاطر نیازمندی فامیل خود ما خریداری میکنیم و در او قسمتش ما کار نداریم. خب ما وقتی که سرمایه گذاری میکنیم هر بزنسی، هر شروعی طبعا که سرمایه گذاری ضرورت داره و در بزنس ما هم و نظر به ای که ما سرمایه گذاری را انجام میدیم خود چی چیزایی را به دست میاریم. یکی که ما یک حق امتیازی شرکت به دست میاریم که از این طریق شرکت بر ما یک بزنس آیدی بین المللی را روان میکنه. وقتی که ما صاحب بزنس آیدی خود ما شدیم با اسپانسرشیپی این شرکت خود ما بزنس اونر خود ما میشیم و این بزنس آنلاین ما را از طریق پلتفرم های مختلف میتونیم انکشاف بدیم. خب دوستای عزیز ببینیم اگر سوالی وجود داره اینجا جواب بدیم. خب دوست ما گفته که سوال ما همین است چرا ما باید سرمایه گذاری بکنیم. خب ما اگه سرمایه گذاری نکنیم خب حق امتیاز نداریم. ما همین نمیتونیم که حق امتیاز شرکت به دست بیاریم و شروع هر کاری ما چون کارمند نیستیم، بزنس اونر هستیم، پس باید سرمایه گذاری بکنیم و این مقدار سرمایه گذاری ها هم به اختیار خود ماست. سرمایه گذاری میکنیم که همو حق امتیاز به دست بیاریم و بتانیم به عنوان یک بزنس اونر مستقل کار خود ما را، بزنس خود ما را که یک نوع برندینگ شخصی برای خود ما هست
بتانیم از طریق پلتفرم های مختلف سوشال میدیا پیش بریم که از این طریق بتانیم کمیشن را از طرف خود شرکت دریافت بکنیم. یکی از دلایل مهمی که ما باید در این بزنس سرمایه گذاری بکنیم. وقتی سرمایه گذاری انجام شد و ما حق امتیاز را به دست آوردیم با همون بزنس آیدی ما در پهلوی ای که یک پکیجی که شامل 2 بخش است را به دست میاریم که یکی از این پکیج ها همون محصولی بود که ما خریداری کردیم، او برای ما فرستاده میشه که ما با این محصول کاری نداریم، او برای مصرف شخصی خود ما هست و ما میاییم روی پکیجی که آموزشی هست. کار ما کلا با همون پکیج آموزشی هست. ما پکیج آموزشی را کار داریم چون میخواییم که دیجیتال مارکتینگ انجام بدیم. وقتی پکیج آموزشی را به دست آوردیم، در این قسمت اما ترینینگ هایی که وجود داره، آموزش 0 تا 100 دیجیتال مارکتینگ هست، او برای ما آنلاک میشه که ما از این فرصت استفاده میکنیم، مهارت دیجیتال مارکتینگ یاد میگیریم و بعد از اینکه مهارت یاد گرفتیم ما به عنوان منتور میتونیم که فعالیت دیجیتال مارکتینگ از صفحات مختلف اجتماعی انجام بدیم. و نظر به این که ما یک بزنس اونر هستیم و این پروسه را شروع کردیم که میتونیم به کسایی که علاقمند به این بزنس هستن و اونا هم همین مهارت یاد بدیم که اونا بتونن از طریق صفحات اجتماعی برای خودشان کسب درآمد بکنن. پس ما سرمایه گذاری کردیم که حق امتیاز به دست بیاریم. وقتی حق امتیاز به دست آوردیم صاحب 2 پکیج میشیم که یکیش محصول است و یکیش خدمات و ما بیشتر کار ما با همون بسته آموزشی هست که در این بزنس داریم و از همون طریق میخواییم که کسب درآمد بکنیم. و سوال دوست ما انشالله که جوابش گرفته باشن. پس هر بزنس دیگه ای هم که شما بخواین انجام بدین طبعا شما سرمایه گذاری ضرورت دارین و خوبی ای به چی هست که وقتی که ما سرمایه گذاری میکنیم ما بعد از این هم ترینینگ داریم هم منتور داریم که میاین و امی آموزش ها را، درست است که سلف استادی هست، ما خود ما باید ترینینگ ها رو ببینیم ولی ما اینجا تنها نیستیم. اگر با مشکلی برخوردیم حتما منتور و کوچ همراه ما هست که در زوم های هفتگی مشکلاتی رو که ما داشته باشیم میتونن برای ما حل و فصل بکنن. یک دلیل مهم سرمایه گذاری امی بخشش است که ما بتونیم بزنس خود ما را شروع بکنیم. و زمانی که ما امی بزنس آیدی بین المللی را دریافت کردیم، در قسمت مزیت دیگه شی است که چون بین المللی هست ما با یک بار سرمایه گذاری و یک بار که امی بزنس آیدی را به دست آوردیم در هر جای دنیا میتونیم از این استفاده بکنیم و کار بکنیم. ضرورت به هیچ تغییر دیگه نیست، تنها ما امو آدرس و لوکیشنی را ما که اگر تغییر کرده باشه ما میتونیم همراه شرکت در میان بذاریم. ما ضرورت به سرمایه گذاری های هر بار نداریم، ماهانه نداریم، سالانه نداریم، فقط یک بار سرمایه گذاری میکنیم و اینمی سرمایه گذاری برای سالها میتونه که همراه همو ترینینگ هایی که وجود داره میتونه که همراه ما باشه و ما هر وقت به هر تایم دلخواهی که خود ما خواسته باشیم میتونیم این بزنس خود ما را پیش ببریم. و دوستای عزیزی که علاقمند هستن و پیجا را تعقیب میکنن، دوست دارن که بزنس خودشان داشته باشن، شروع بزنس اگر نو میبینین با فرستادن نام و ایمیلتان هست که ایمیل هم یک متد رسمی تر هست برای در این کشورها برای که ارتباط برقرار بکنین و از همون طریق شما میتونین که لینک دریافت بکنین، معلومات بگیرین و بعد از او قدم به قدم پیش برین تا اینکه شما هم به مرحله سرمایه گذاری و شروع بزنس خودتان برسید. شایسته جان اینجا گفتن که آیا برای شروع تجربه و تخصص خاص ضرورت داره؟ نه خیر، ما با بک‌گراند های مختلف تحصیلی یا بدون اما تحصیلات عالی در بزنس هستیم. من شخصا خودم با بک‌گراند مدیکال و طبی در بزنس آمدم
که دقیقا ما زمانی که میگیم بدون تجربه میتونین که این بزنس شروع بکنین، به خاطر همین است که شما از همون شروع تمام چیز برایتان آماده هست، تمام چیز ستاپ شده. وقتی که شما سرمایه گذاری را انجام دادین، بزنس آیدیتان را دریافت کردین، اینمی آموزش های 0 تا 100 برای شما ارائه میشه، همراه با اسان شدن یک منتور و کوچ که شما از همون شروع ضرورت نیست که ایتو سردرگم باشین که کارتان چی است و چی میکنین. تمام ترینینگ ها برای شما آنلاک میشه که از همون قدم های اول دیجیتال مارکتینگ شما شروع میکنین. پس در این قسمت هیچ ضرورت نیست که شما متخصص باشین در بخش دیجیتال مارکتینگ یا سابقه بزنس داشته باشین. ما به هیچ بک‌گراند تحصیلی یا تخصص خاصی در این بزنس ضرورت نداریم. میتونین که مثل ماوری از صفر شروع بکنین و بزنس خودتان را یا برند شخصی بزنسی تان را انکشاف بدین که در این بزنس ما هم پیشرفت رو به جلو هست یا پیش است. ما اصلا عقب گرد نداریم که مثلا اگر حد نصاب شرکت یا قانونی داشته باشه ما اگر او را پورا نکنیم پس پایین بیاییم. تمام پیشرفت این بزنس مربوط به تلاش و استمرار خود شخص می باشه که باید واقعا همین ترینینگ ها را استپ به استپ پیش بره و در این قسمت روی صفحات اجتماعیش کار بکنه تا ای که بتانه یک بزنس موفق داشته باشه. انشالله که سوال دوستا را جواب گفته باشیم. اگر شما هم علاقمند داشتن بزنس آنلاین هستین با شرکتی که سابقه 51 ساله داره، شما میتونین معلومات از طریق فرستادن نام و ایمیلتان به ما و یا همکارای ما که در این بخش کار میکنن بفرستین. وبینار 90 دقیقه‌ای را ببینین که یک معلومات کلی را براتون میده و وارد مرحله دوم شوین و بعد از او هم وارد مرحله سرمایه گذاری که شرایطش هم که قبلا گفته بودیم سنتان 18 ساله باشه، در کشوری که زندگی میکنین به صورت قانونی زندگی بکنین و اجازه کار داشته باشین و هیچ تخصص و تجربه و سواد مسلکی ضرورت نیست. میتونین که با یک تصمیم جدی و معلومات مکمل بزنس خودتان را داشته باشین، از سوشال میدیا به نفعتان استفاده بکنین و یک درآمد جانبی در کنار کار اصلیتان داشته باشین. دوستای عزیزی که در لایو ما بودین تشکر زیاد. بازم اگر سوالی داشتین حتما به پیجا سر بزنین، میتونین که از اون طریق هم معلومات بگیرین و یا ای که وارد وبسایت شوین www.kobramirzai.com. از این طریق نام و ایمیلتان را ثبت و راجستر بکنین و وبینار 90 دقیقه‌ای را تماشا بکنین. انشالله که هفته خوبی را در پیش روی داشته باشین. وقتتان خوش. با یک لایو دیگه هفته بعدی در خدمتتان هستم.